بچه‌ها باتری رو رسن رو موتور. حالا میخوام تستش کنم. براتون یه لحظه وایسید بزنم رو جک و برگردم. بچه‌ها موتور زدم رو جک. می‌بینید آره جک نمی‌خواد. خب بریم تستش کنیم. بچه‌ها تا ویدیو بعد که خب الان یه دانشتون بده یه بعد این یه باتریه که باتری سبا کلش هم زد برم فعالش کرد. 7 آمپر 12 ولت باتری سرب اسیدی دارای تریچه خود تنظیم. باتری 7 ولت 7 آمپر 12 ولت. اینجا سوکتیشه سیمکشون رو سری عوض کردم با خاطر اینقدر سری عوض کردیم. اتوماتیک راهنما اینجا. خب آره حتی تا ویدیوی بعد که آپلود میکنم خدا نگهدارتون. این ویدیو رو لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید که حسابتون نپره، سابسکرایب کنید، من فالو داشته باشید که هر ویدیویی که دوباره آپلود میکنم به دستتون چی برسه. خدا نگهدار تا ویدیو بعد. بدرود.